دستگاه صحافی اکسافیس از 3 قسمت تشکیل شده است: پایه، دستگاه و میله. برای آماده سازی دستگاه، ابتدا پایه ها را در جای مشخص شده برای دستگاه نصب می کنیم. سپس میله یو شکل پشت دستگاه را در جای خود قرار می دهیم. برای استفاده از دستگاه، کلید پاور پشت دستگاه را فشار می دهیم تا چراغ قرمز روشن شود. تا زمانی که چراغ زرد رنگ ردی روشن شود، ورقهای مورد نظر را در جلد مناسب قرار داده و آن را مرتب می کنیم. بعد از روشن شدن چراغ ردی، جلد را داخل دستگاه قرار داده و دکمه کانتر را فشار می دهیم. بعد از اتمام 80 ثانیه و شنیدن صدای بوق دستگاه، ورقها را به آرامی به پایین فشار می دهیم و سپس جلد را از دستگاه درآورده و در محفظه پشت دستگاه قرار می دهیم تا خنک شود. پس از خنک شدن، می توان خط تای جلد را همانطور که در تصویر می بینید تا زد تا صفحات به آسانی ورق زده شوند. جهت اطمینان از کیفیت کار خود می توانید از جلد صحافی شده پس از خنک شدن عطف آن تست بگیرید.